دکتر مایکو و بیمارستان‌های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران بستری را فراهم کردند که بیماران می‌توانند از راه دور به صورت آنلاین با پزشکان در ارتباط باشند. امروز بست داریم مراحل ثبت نوبت پزشکان مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران در سامانه دکتر مایکو را آموزش دهیم. در این قسمت تخصص‌های بیمارستان را مشاهده می‌کنید. کافی است تخصص مورد نظر را انتخاب کنید تا لیست پزشکان همان تخصص به شما نمایش داده شود. پزشک مورد نظر را انتخاب و روی دریافت لینک کلیک کنید. در این قسمت اطلاعات مربوط به پزشک را مشاهده می‌کنید. پس از بررسی نظرات و امتیازات مراجعان قبلی، فرایند نوبت‌دهی را شروع کنید. در این قسمت انواع خدمات پزشک به همراه مبلغ هر کدام قابل مشاهده است. خدمت خود را انتخاب کنید و توجه داشته باشید که نیازی به مراجعه حضوری به بیمارستان نیست و شما می توانید خدمات درمانی را از منزل دریافت کنید. حال با توجه به زمانهای خالی پزشک، روز و ساعت نوبت خود را انتخاب کنید و بر روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید. در سامانه دکتر مایکو امکان دریافت نوبت برای خود یا دیگری فراهم شده است. پس از تکمیل اطلاعات شخصی و پذیرش قوانین وارد مرحله پرداخت می شوید. پس از کسب اطمینان از صحت اطلاعات روی گزینه تایید و پرداخت کلیک کنید. مراحل پرداخت را طی کنید. سپس صفحه تایید پرداخت که نشانه موفقیت آمیز بودن ثبت نوبت است به شما نمایش داده می شود. اکنون با کلیک بر روی گزینه بازگشت به دکتر مایکو اطلاعات کامل نوبت شما قابل مشاهده است. با کلیک بر روی ارسال پیام صفحه‌ای برای شما باز می شود که می توانید مدارک و آزمایش‌های بیمار را به همراه توضیحات لازم به صورت فایل، متن و یا صوت برای پزشک بارگذاری نمایید تا پیش از زمان ویزیت بررسی شوند. پیش از زمان نوبت لینک ارتباط با پزشک برای کاربران iOS و اندروید ارسال می گردد. همچنین کاربران اندروید می توانند ویزیت خود را از طریق اپلیکیشن دکتر مایکو انجام دهند. بعد از انجام ویزیت، پزشک می‌تواند دارو و آزمایش‌های لازم را در نسخه الکترونیک ثبت کند که با در دست داشتن کد نسخه می‌توانید به داروخانه و یا آزمایشگاه محل زندگی خود مراجعه کنید. در تمام این مراحل تیم پشتیبانی دکتر مایکو در کنار شما خواهند بود تا از کیفیت ارتباط شما و پزشک اطمینان حاصل کند.